داری در آینده چه کاره بشوی؟ توی خواب همش برای لیله که یک گوشه ای آرام و دنج بود با صدای بلند گریه می کنم. دلم برای حرف زدن با غلام که به خاطر لیله همش توی آماده باش است تنگ شده. آقای نجفپور مهربان، توی دنیا چه شغلی است که خوابهای خراب آدم را خوب کند؟ برادرم مولو میگوید داداشی آرمیچر بزرگی هست که کره جهان را میچرخاند. مولو بچه خنگی هست اما عقلش در رابطه با آرمیچر خوب کار میکند. یک روز شربت سینه دردش را ریخت روی کره جغرافیا. با کره رفت سر شیر آب، با یک توپ سفید برگشت. گفت داداشی اگر آرمیچر زمین تند بچرخد قیافه‌اش مثل این می شود. کره را با اسکاچ شسته بود. توی چشمام سیل کرد و گفت داداشی بیا بریم تو کار آرمیچرش. همون روز روپوش دکتری، کیف مهندسی و لباس خلبانی را از توی خیالاتم پاک کردم. از بین همه شغلهای توی دنیا تو فکر یک دکه کوچک سر نفش پیاده‌روی جلوی سازمان ملل هستم. اسم هم برایش انتخاب کردم، دکه پرزیدنت. اسم خوراکیام و قیمت ارزونشون را میچسبانم زیر برف پاکن ماشین رئیس جمهورها. کی از ارزانی بدش میآید؟ و رئیس جمهورها که مشتری هم شدن، شغل آینده هم شروع می شود. آقا من فکر می کنم رئیس جمهور یکی می خواهد که اسم رفیقای کلاس 4 و 5 را یادش بیاورد. رئیس جمهور اگر وقتی رنگینکش را کله کله می خورد به حرفهای من گوش کند، رئیس جمهور اگر پایش را مثل ما پتی کند و زور داغ قلب الاسد برود از کارخانه وزیری یخ بیاورد، رئیس جمهور اگر وقتی شاهین از لیگ سقوط می کند کنار ما بنشیند و 3 روز 3 شب خوراکش بشود اشک، رئیس جمهور اگر با ما زیر تابوت شهیدهایی که هنوز از یک جنگ مال 30 سال پیش جسدشان را پیدا می کنند و می آورند بیاید، شگونه باک بنزین همه هواپیماهای جنگی را سوراخ می کند. رئیس جمهور اگر 7 شب و روز کمک ما کاگل بکشد بالا که زمستونی سقف چکه نکند روی قالی و زندگیمون، دیگر نمی آید سقف خانه ها را سوراخ‌های درشت بکند. رئیس جمهور اگر تا ته حرفهای من را بشنود، رنگینکش که تمام شد بر نمی گردد توی سازمان ملل. محال ممکن است. میگوید رنج رو فندک داره، بعد سیگاری روشن می کند و پشت به همه چیز آرام آرام قدم می زند و دور می شود و من روی پیاده روی جلوی سازمان ملل به خواب آرومی می روم که هیچ وقت نرفت.